اینو من حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن. وین 25 آوریل 2010 5 اردیبهشت 1389 تجمع اعتراضی ایرانیان در مقابل وزارت خارجه اتریش همزمان با ورود منوچهر متکی وزیر خارجه دولت کودتا. خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم ماها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست. فوری به متخصصین میگیم آقا اینقدر بنزین میخوام فوری بسازیم، ظرف یه هفته 15 روز 20. آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنی نیست. آسمون شام بگیرید، این پرنده مردنی نیست. آخرین سنگر سکوت گفتنی نیست. ای برادرای خونی، این برادری تنی نیست. موج دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته. ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میدیم. آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنی نیست. آسمون شام بگیرید، این پرنده مردنی نیست. آخرین سنگر سکوت نیست. ای برادرای خونی، این برادری کسی منزوی است که نمیتواند با ملت‌ها ارتباط برقرار کند.